مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردیم، همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز هم در برنامه پشت پرده میخوایم جزئیات جدیدی از نحوه بازگشت تتلو به ایران رو برای شما افشا بکنیم که من یه سری نکات ساعت پیش شنیدم که خودم گفتم پشمام و حالا فکر کنید منی که این همه خبرهای عجیب و غریب میشنوم میگم پشمام، شما بشنوید چی میگید. در خصوص بازگشت تتلو دو روایت مختلف رو شنیدم در طول این چند ساعت و چند روز گذشته از نزدیکان تتلو که این دو روایت مختلف میتونه هر کدومش با توجه به شخصیتی که تتلو داره و آخرین عکس هایی که از تتلو منتشر شده، مثل این عکس که الان اینجا دارید میبینید، یه مقداری ما رو با واقعیت یا به واقعیت بیشتر نزدیک بکنه. تتلویی که در طول یکی دو هفته گذشته یا بهتر بگم در طول یک ماه گذشته ابعاد جدیدی از زندگیش افشا شد و حقایق زندگیش رو خیلی اومدن مصاحبه کردن و صحبت کردن راجبش، از آزارهایی که به دختران میرسونده، از کتک زدنها، از تتوهایی که به زور انجام میداده و چیزهای مختلف که به هر حال حقایق غیر قابل انکاری بود که در خصوص تتلو افشاگری شد و مردم زاویه دیگه ای از این قضیه رو دیدن. اما دو روایت متفاوت و مختلفی که از بازگشت تتلو به ایران هست، روایت دوم نشون میده که اگر حقیقت داشته باشه تتلو برای بازی با فالوور و گاهی وقتا بازی با شیطان باعث میشه که بری بالای درخت و بلای جونت بشه. حالا یعنی چی بهتون توضیح خواهم داد. روایت اول خب شاید خیلی هاتون شنیدید. عموما خیلی از افراد معروف و مشهور و آدم‌های سلبریتی وقتی که برمیگردن داخل ایران، خصوصا خواننده ها، از قبل با سیستم میبندن، یا امان نامه میگیرن یا یه قولی میگیرن یا حالا یه چیزی میگیرن و اعتمادشون جذب میشه و جلب میشه و برمیگردن داخل ایران. نظیرش هم ما داشتیم دیگه، مثل وحید خزایی که امان نامه گرفت رفت ایران، بعد از 1 سال و نیم 2 سال زندان آزاد شد. مثل مهراد جمع که برگشت ایران که اصلا یکی 2 روز حالا بازداشتش کردن و ازش اعتراف گرفتن، همه رو فروخت مثل خیار و بعدش آزاد شد. یا خیلی های دیگه‌ای که توی ایران فعالیت‌های سیاسی کردن و بعد از مدتی آزاد شدن. من دیروز توی ویدیوم گفتم که امیر تتلو ترکیب و ریمیکسی از توماج صالحی و وحید خزایی. یه از دوستان اومدن کامنت گذاشتن که تتلو رو با توماج صالحی و تتلو رو با وحید خزایی مقایسه نکن، نمیدونم یه عده طرفدار تتلو بودن اونا رو قبول نداشتن، یه طرفدار توماج بودن اینا رو قبول نداشتن، خلاصه هیچ کدومش هم که کلا خزایی قبول ندارن. ولی میخوام بهتون بگم که یه همچین اختلافی هم بین علما توی کامنت ها بود. من این قضیه رو براتون شفاف بکنم که اصلا چرا این مثال زدم. درصد فعالیت‌های ضد نظامی که توماج صالحی انجام داده بوده به مراتب کمتر از تتلو بوده. ماشاءالله 5-6 تا آهنگ خونده، تتلو رگباری آهنگ سیاسی خونده، فوش داده، کامیونیتی به قول خودشون گذاشته، نمیدونم تو تلگرامش پست گذاشته بود، توی یعنی رحم به کسی نکرده بود و توی این آهنگ‌هاش هم خونده بود. پس از بعد فعالیت سیاسی ما با کاراکتر یه آدم کار نداریم. شاید توماج آدم خیلی شخصیت خوبی باشه و شما طرفدارش باشی، اما ما داریم راجع به بعد سیاسی یه آدم صحبت میکنیم و شدت فعالیت سیاسی آدم نگاه میکنیم. از اون طرف توماج صالحی داخل ایران بود
و خط نشونهایی که توماج صالحی میکشید به نوعی سنگین‌تر از تتلو بود که خارج از کشور بود. یعنی اون ور قضیه توماج صالحی سنگین‌تر بود و گفت بود که من توی ایران هم توی اعتراضات شرکت کرده بود، خودشو عملاً یک برانداز معرفی کرده بود که به هر حال اینا رو نمیشه کتمان کرد. ولی تهش چی شد؟ توماج صالحی حالا یه اعترافی ازش گرفتن، حالا یه چیزی شد که اومد و از زندان اومد بیرون. حالا بعدش هم سری اظهار نظرهای سیاسی کرد که اونم خوششون نمیاد، دوباره گرفتن انداختنش زندان. این از توماج صالحی. وحید خزایی هم یه آدمی بود که به مراتب دیگه بیشتر از تتلو فحش داده بود. یعنی تتلو فحش میداد ولی تتلو دیگه از جنتی بگیر بیا تا پایین همه رو فحش داده بود. مرجع پرجع حالیش نبود، فحش داده بود. یعنی اگه بخوایم بعد فحش دادن تتلو در نظر بگیریم میشه وحید خزایی، اگه بخوایم بعد فعالیت سیاسیشو در نظر بگیریم میشه توماج صالحی از لحاظ آهنگی. ترکیب اون دو نفر شده تتلو. حکمایی که برای اون دو نفر بریدن، هر کدوم 1-2 سال رفتن حبس کشیدن اومدن بیرون. حالا با جای بسته بودن یا نبسته بودن با اون قضیه کاری نداریم. اما اون چیزی که مشخص هستش، روایت اول میگفتش که و من شنیده بودم از منابع موثق که تتلو با یکی از رپرها و مدیر برنامه‌هاش بسته که اونها هم نزدیک به بیتن و بهش وعده داده بودن و قول داده بودن که اگر برگرده ایران کاریش ندارن یا حالا شاید بره یه مدتی داخل که پروندهش آوا از آسیا بیفته و بیاد بیرون. این روایت اول بود. روایت دوم که من ساعت پیش شنیدم یه مقداری متفاوت‌تر بود و حقیقت جا خوردم. دیتیلش رو قطعا نزدیکان تتلو بیشتر میدونن و حالا ممکنه که بیان صحبت بکنن و راجع به قضیه توضیح بدن. مورد دوم این هستش که گفته بودن تتلو رکب خورده و همه این کارها رو، برگشت ایران و این صحبتها رو برای این بوده که خودش یک آدم مظلومی نشون بده، یه آدم افتاده و سرخورده نشون بده که دیگه هیچی نداره، بدبخته و هیچ، حالا واژه بدبخت هم بده ولی خب حالا ادبیات روزمره‌اش از من غلط چیزی نگه، ادبیاتی و چیزی که بگید بی‌ادب و اینا. یعنی به آدمیه که هیچی نداره و به یک بنبستی رسیده که تنها راه نجاتش برگشت به ایرانه و همه اینها به خاطر این بود که حاشیه‌های قبلیشو بشوره ببره. یعنی گفته بوده که من این همه حاشیه سازی کردم، یه مظلوم نمایی ریز میکنم و برمیگردم ایران. حتی برگه دیپورتی که امضا کرده بوده نزدیکان تتلو میگفتن که برگه دیپورت نبوده، اصلا برگه دیپورتی امضا نکرده و گفته بوده یک نمایشی بازی میکنم و میرم اداره پلیس این ور اون ور که این نمایش بازی کردنه با شکایت سفارت و کنسولگری ایران توی استانبول همراه بود و گفته بوده حالا اون فیلم رو بازی میکنم و بعدش هم که شکایتی که صورت گرفت اینا رفتن دادگاه و رضایت رو گرفتن از سفارت و گفتن آقا بیخیالش بشید و بعدش قرار بود که پاسپورت ایرانی رو بهش بدن چون پاسپورت قبلیش در اختیار آرمین هاشمی و مسعود جمالی بوده برای اینکه برایشون ویزا بگیرن و این افراد پاسپورتش رو گرفته بودن و نگه داشته بودن. حالا قرار شده آرمین هاشمی که به عنوان برنامه‌گذار تتلو بوده و قرارداد کنسرتاش امضا کرده بوده مصاحبه رو انجام بده که جزئیات این خبر رو به ما خواهد گفت و قرار بوده یه شب بره توی بازداشتگاه توزلا یکی 2 شب بخوابه و بعدش بگن که آقا اوکی بیاد بیرون و این حاشیه ها جمع بشه و تتلو بگه ببینید من تا دم اونجا رفتم و برگشتم. اما به ناگاه تمام این پلن ها و برنامه ریزی ها تا بازداشتگاه توزلا اتفاق میفته اما از اونجا به بعد ارتباط نزدیکان تتلو به مدت 10-12 ساعت با تتلو قطع میشه و بعدش متوجه میشن که تتلو رو از راه زمینی فرستادن وان و به اصطلاح رکب خورده بودن. دولت ترکیه هم میدونید دیگه، ترکیه حیات خلوت ایرانه و ایران هم وقتی این قضیه رو شنیده تتلو رو گفته برش گردونید ایران، ما باهاش کار داریم و بفرستیدش ایران.
روایت دوم نشون میده که تتلو برای بازی با فالوور و هدایت افکار عمومی جونش رو قمار کرده بوده. اما از اون طرف بهره برداری بیشتر، حتی نگاه کنید این تصویر شما ببینید، اصلا قیافه وحشت زده تتلو رو نشون میده. کسی که بخواد با پای خودش برگرده ایران اینجوری وحشت نمیکنه. این ترس رو شما میبینید و نشون میده که تتلو وحشت زده هستش. از اون طرف ببینید اگه تتلو با پای خودش میرفت ایران، توی 24 ساعت تا نهایت 48 ساعت بعد از ورودش به ایران باش مصاحبه میکردن، چون خیلی هم سرحال، خوشحاله و داره برمیگرده ایران. این روایت دومه. من حالا نه روایت دوم رو تایید میکنم نه تکذیب میکنم، اما اون نزدیکان تتلو که من باشون صحبت کردم و این روایت دوم رو برای من تعریف کردن، قرار شده که خودشون هم مصاحبه کنن و این قضیه رو تعریف بکنن و اگر این اتفاق افتاده باشه تتلو رکب بدی خورده. ولی خب به هر حال اگه این رکبه رو ما در نظر بگیریم که خورده باشه، دولت ایران از این اتفاق به نفع خودش ماهیگیری میکنه. یعنی سیستم جمهوری اسلامی و سیستم آخوندی بلده چجوری در مواقع خاص استفاده های سیاسی خودش رو بگیره. داریم نزدیک هم بشیم به جریان انتخابات با یک رفعت اسلامی، با اینکه بیام با طرف 4 تا مصاحبه بکنم، با اینکه بگه پشیمونم و اینکه حالا این وسطا بخواد اون سیستم ماهیگیری های خاص خودش رو بکنه. یعنی بخوان هر کیو بزنن تتلو میشونن جلوی دوربین، میگن خب حالا اسم اینو بیار، اسم اونو بیار، 2 تا فوش بده به این، 2 تا فوش بده به اون، و تتلو هم این کارا رو انجام میده، میگه آره این اینطوری بوده، اون اونطوری بوده، قشنگ ازش اعترافای لازمه رو میگیرن، بهره برداری های سیاسی هم ازش میکنن. و تا قبل از این همین کار رو بارها و بارها کرده بودن، بهره برداری برای اینکه این آدم آهنگ برای انرژی هسته‌ای خوند، روی ناو کشتی ناو جنگی خوند، راجع به نمیدونم شهدا خوند، راجع تیم ملی خوند، تو بحث سیاسی حمایت شرکت کرده بود و از ابراهیم رئیسی حمایت کرده بود. پیشتر ما همون ساسیمانکن یا ساسان حیدری یافته رو داشتیم که با تیم مهدی کروبی دیل کرده بود. خواننده سوسن خانم ابروکمان، نمیدونم این خواننده رو یادتون هست یا نه، اون دیل کرده بود با دولت روحانی که بعدش مجاز شد، اومد رفت تیتراژ آهنگ خندوانه رو خوند. یعنی عملا آدم هایی که تو سیستم اصطلاحاً تونستن لابی بکنن، بعدش تونستن به یک قدرتی برسن. حالا چند روز دیگه هم منتظر باشید میگن که خب میشه با یک رفعت اسلامی برخورد کرد. فضاهای رسانه رو به اون سمت میبرن. دوستان موضوعات سیاسی خیلی متفاوت‌تر از موضوعات اجتماعی و لابی‌های سیاسی که در پشت پرده اتفاق میفته بسیار لابی‌های پیچیده و عجیب و غریبه که بعد سالیان سال منتظر بمونید که زمان بگذره که ببینید که اوه چه لابی اتفاق افتاده. خوتن سبزی فروش و عباس تشتک و نمیدونم امیرهای گردن بگیر این تیپی هم نمیتونن این موضوعات رو تحلیل بکنن، چون ما بعضا میبینیم که طرف تحلیل راننده تاکسی گونه میشینه تو تاکسی، فلان راننده یا فلان شخص تو فلان جا برش چیزی رو گفته، همونو میاد تحلیل میکنه. ماشاءالله ما چقدر تحلیلگر داریم توی فضای مجازی. یعنی هر کسی رو شما از هر زاویه‌ای ببینید داره ماجرای تتلو رو تحلیل و آنالیز میکنه و نظر میده و خودش رو به عنوان رفیق این آدم جا میزنه و خودش رو به عنوان کسی جا میزنه که آره نمیدونم شیش آتیشه با تتلو بود و از این اتفاقات. چیزی هم که البته من دیشب شنیدم داخل ایران از منابع مختلف، چون به حال الان در حال حاضر خبر گرفتن در خصوص تتلو یکی از سخت‌ترین کارهای ممکنه، چون در انفرادی حتی وکیل هم نمیتونه اونو ببینه، مگر اینکه مثلا یه سربازی توی جایی باشه تتلو رو ببینه که مثلا رفته تو. اینکه بخوای دیتیل بگیرید و اینا خیلی سخته، مگه اینکه یه کانکشنایی بتونی بزنی که بخواد دیتیل بگیری. من شنیده بودم که حتی تتلو دیشب حالش هم بد شده بوده و منتقلش کردن به یکی از این بیمارستان ها با تحت الحفظ. باید ببینم که چقدر این میتونه خبر دقیق و درست باشه. اون بیمارستان هم اسمشو به من گفتن و باید در بیارم که آیا، چون معمولا این خبرهای این تیپی که پر از حاشیه‌ان و یهو بیرون میاد
نمیتونه درست و دقیق باشه. من باید ببینم که حالا استعلامی که از اون بیمارستان میشه گرفت یا از کارمندای اون بیمارستان میشه گرفت، ببینم که آیا یه همچین بیماری با همچین کاراکتری اومده تو اون بیمارستان نیومده، و از اون طرف باید ببینم که سطح مراقبت از این آدم چقدر امنیتیه، یعنی که چند نفر آدم این خبر رو میدونن. اگر یه تعداد کمی آدم میدونن و توی بخشی به صورت محرمانه بوده، خب طبیعتا اگه من بخوام بیام دیتیل این خبر رو اعلام بکنم، جون اون آدمایی که اون اطراف هستن یا اتفاقات بدی که ممکنه برای اون آدم رخ بده بعد از افشای این اخبار این تیپی ممکنه رقم بخوره. پس گاهی وقتا اگر ما یه خبری رو نمیگیم یا دیر اعلام میکنیم، داریم خبر رو اصطلاح خودمون دروازه‌بانی میکنیم برای منابع خبری که داریم، که مشکلی برای اون منبع خبری پیش نیاد و اینکه اون منبع خبری بتونه بعداً خبرهای بیشتری رو به ما بده و نسوزه منبع خبری ما، و سعی می‌کنیم که قطره چکونی منابع مختلف رو با هم ترکیب بکنیم که لو نره که اصل خبر و منبع خبر کدوم سمت بوده. در این اتفاق تتلو هم و این روایت دوم برای من خیلی میتونه نزدیک‌تر باشه، چون یادم تتلو می‌خواستیم با سید ناصر برای این آدم بلیط بگیریم بره دبی و توی گروپ کار گفتش که نه من دبی نمیرم چون از آسمون ایران رد میشه. کسی که از آسمون ایران هم میترسید اینکه بخواد یهویی با پای خودش بره ایران با این سرعت و با این شدت یه مقداری مشکوکه. از اون طرف حالا من یه عده‌ام دیده بودم میگفتن که آره این آدم فعالیت قبلیش رو هم اگه شما در نظر بگیرید آدمی بودی که همیشه چاکر مخلص اون سیستم بوده و فعالیتاش در نزدیک ماجرای مهسا امینی و توهینایی که به مهسا امینی کرده بوده. من الان بتونم برای شما پیدا بکنم. میبینید که این آدم من الان اینو یه سرچ بکنم بهتون نشون بدم توهینایی که این آدم کرده بوده به مهسا امینی و به اون ماجرای زن زندگی آزادی. خب نشون میده که این آدم برای اون سیستم یه نوع سود دیگه، در حال غیر از این هم نمیتونه باشه. حالا امیدوارم بتونم یا حاشیه‌های دیگه‌ای که اتفاق افتاده بوده صبر کنید پیداش کردم، شاید سخت به همین راحتی. خیلی خوب. این چیز متنی بوده که تتلو توی یوتیوب خودش گذاشته بوده. اون موقع گفته بوده که قانون کشور اینه که روسری بذارن ملت سرشون. بعد یه عده فلان اومدن روسری نذاشتن. بعد یه فلان شده اومده روسری نذاشته سرش. بهش تذکر دادن، به جای معذرت خواهی و توجه بیادبی کرده و بی‌توجهی و بحث بالا گرفت و بعد زد و خورد شد و بعد شخص مرده. یعنی اولا مهسا امینی رو فلان چیز خطاب کرده، طرفدارای تتلویی که ناموس براشون مهمه، یه دختری که تو اون مملکت کشته میشه و به قتل میرسه، بعد این واجبش به کار رفته باشه. الان مغز فندقی های فلان شده، تقصیرکار کیه؟ این فلانی که براتون اسطوره شد بعد اول اگه میخواست حجابش رو رعایت نکنه میرفت دبی یا ترکیه. یعنی عملا آقا این آخوندا کلی هزینه میکنن بخوای اینا رو بگن، با زبون طرفدار خودش بهشون میگه آقا هر چون سیستم حجاب میگه درسته. بعدم که بهش تذکر دادن باید میگفت ببخشید و چشم. اینقدر احمق بوده که مرده، سر یه حجاب خودش رو به کشتن داد و هیچ، فقط توی یه سال 200,000 یورو به یوتیوب ما ضرر زده. بندو رنگ پول خودش و کلی آدم رو کشته و بدبخت کرد. بعد یه آدم احمق فلان مشنگ میشه اسطوره شما و سالگرد و فلان و بیستان و داره. آخه گافتر از فلانی جماعت هم مگه میشه که باشه؟ ببین این سبک ادبیات که میاد توهین میکنه به مهسا امینی و به دخترای اون مملکت، طبیعتا نمیشه گفتش که بی منطقه. شاید از قبل بهش گفتن که خب این کار رو هم بکن و یعنی تو اون سیستم خود کلی هزینه میکنن، دهن خودشون رو سرویس میکنن که یه همچین پیامی رو بخوام به مخاطبا بدن. خیلی شیک و مجلسی تتلو تو همون مسیر رفته و این توهین رو هم کرده، باز هم توهین کرده بوده. ولی خب همه اینها
خب دلیل بر این نمیشه که ما راضی باشیم که یه آدم اعدام بشه یا راضی باشیم که یه آدم جونش گرفته بشه. هیچ کسی تو این دنیا دوست نداره که این اتفاق بیفته. منم همینطور و قطعا آدم‌های دیگه هم همینطور. اما هر کسی خودش مسئول اخلاق و رفتار خودشه. طبیعتاً وقتی شما تصمیم میگیری تو خیابون یا توی جامعه یا توی فضای مجازی یه رفتاری رو انجام بدی، باید قبلش به عواقبش فکر بکنی. تو اگر بزنی توی گوشه یه نفر دیگه، من که نباید تاوانشو بدم که تو زدی تو گوشه یکی دیگه، تو به یکی کسی دیگه تو بی احترامی کردی، تو قوانین یک کشور دیگه رو حالا رعایت نکردی و تو بد رفتاری کردی و تو اینجوری ادبیات داری. من و امثال من که نباید تاوانشو بدیم. چرا ماها این وسط فوششو میخوریم؟ من نمیفهمم. یعنی انقدر اون آدم زندگی کثیفی داشته که ما میام زندگی کثافت یک آدم رو رعایت میکنیم. یعنی می‌نویسیم که اون آدم نمیدونم فلان بوده، بیسان بوده، تاریخ تولدش اینجوری بوده، اینجوری رفتار کرد، فقط زندگی اون آدم رو روایت میکنیم. انقدر زندگی اون آدم عجیب و غریبه، انقدر زندگی اون آدم کثیفه که روایت کردن میشه تخریب اون آدم. من نمیدونم. در صورت این خبرهایی که این روزها به دست ما خواهد رسید در خصوص تتلو رو حتما پوشش میدیم. موضوع چای دبش هم فراموش نخواهیم کرد. حتما بررسی خواهیم کرد و اختلاسش و آدم‌هایی که پشت پرده هستن. خیلی مخلصیم.